فال متولد فروردین رو برات میخونم. اولین چیزی که برات داره نشون میده یه خبر خوشی میخواد بهت برسه، ولی مانع داری. ببین اثر سنگینی و گره دعا برات افتاده، کارات یه خورده گره میفته، به هم ریختگی ایجاد میشه. حتما برای رفع سنگینی واتساپ تلگرام مراجعه کن، من برات یه چیزایی رو توضیح بدم. این یک. دو، میگه خبر خوشی بهت میرسه ولی با تاخیر. یه کار دادگاهی و امور قانونی برات افتاده که یک استوپی روش خورده، نظری کن تا حاجت روا بشی. با کسی کات کردی، دوباره این شخص به سراغت میاد، آشتی بینتون صورت میگیره. ببین این کارت سنگینیه، این کارت به هم ریختگی، این کارت سنگینیه. کلا تالت یک استوپی افتاده، حتما بیا یه فال شخصی بگیر یا یه سری راهکار بگیر که رفع سنگینی بکنی. حیفه. ببین معجزه میشه برات اتفاق بیفته اگر این سنگینی ها رد شه. کارتا دیگه جلوی خودت کشیدم، چقدر دقیق تر اومد.